کوپن باز. در این ویدیو بهتون آموزش میدیم چطور ووچر یا کوپن خدمات و همینطور محصول خودتون رو به راحتی روی فروشگاه بذارید. همینطور بیزینس های مانند تورهای گردشگری و یا برنامه گذاران چطور بلیط های خودشون رو برای فروش روی این پلتفرم قرار بدند. از طرفی مشاورین املاک و خودرو هم به همین صورت میتونن لیستای خودشون رو برای نمایش و تبلیغ روی ویترین اختصاصیشون در کوپن باز منتشر کنند. تمامی این فرایند همانند قرار دادن یک پست جدید در صفحات اجتماعی به سادگی انجام میشه، با این تفاوت که در کوپن باز شما صاحب یک فروشگاه در بازاری بزرگ خواهید بود که روزانه هزاران خریدار میتونن مستقیم به شما دسترسی پیدا کنند و در نتیجه فروش شما رو افزایش بدن. برای این منظور از صفحه اصلی کوپن باز وارد پنل کاربری خودتون به عنوان فروشنده بشید و روی گزینه افزودن محصول جدید کلیک کنید. در این صفحه ابتدا نوع محصول یا آیتم خودتون رو انتخاب کنید. سپس یک شناسه یا آیدی که میتونه همراه با یک کد یا عدد باشه رو در قسمت شناسه محصول وارد کنید. در قسمت بعد نام یا تیتر محصول خودتون رو انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که این تیتر برای محصول، کوپن، بلیط و یا لیستینگ شما در وبسایت به نمایش در خواهد اومد. پس با دقت اون رو انتخاب کنید. در این مرحله فقط مواردی که با ستاره قرمز مشخص شدن رو وارد کنید و در آینده در صورت لزوم پارامترهای اضافه رو هم میتونید پر کنید. برای دسته‌بندی یادتون باشه که مورد صحیح رو از داخل لیست انتخاب کنید تا آیتم شما در لیست اشتباه قرار نگیره. میتونید از قابلیت سرچ این قسمت برای دسترسی سریعتر به دسته‌بندی مد نظرتون استفاده کنید. اینجا حداقل قیمت فروش محصول یا کوپن خودتون رو به دلار کانادا وارد کنید. در قسمت بعد میتونید برای کوپن یا محصول خودتون بر اساس روز، ماه و سال تاریخ اعتبار تعیین کنید. به این معنی که در صورت اتمام این اعتبار کوپن یا محصول فروخته شده پس گرفته نمیشه. برای مشاغلی که این مورد رو نمیخوان لحاظ کنن بهتر عدد 0 وارد بشه. در قسمت توضیحات میتونید از تمام ابزارهای نوشتاری موجود استفاده کنید و درباره کوپن، محصول و حتی لیستینگ خودتون توضیحات لازم رو به فارسی وارد کنید. اگر میخواید این توضیحات به صورت خودکار به زبان انگلیسی هم ترجمه بشن و در بخش انگلیسی سایت به نمایش در بیان، باید از منوی سمت چپ قابلیت داده‌های زبان‌های دیگر را بروز کنید را فعال کنید. همینطور با فعال کردن این گزینه آیتم شما به عنوان محصول برجسته در لیست محصولات ویژه سایت به نمایش در میاد. در قسمت تگز میتونید تگ های مد نظرتون رو وارد کنید تا خریداران با جستجو راحت‌تر به این آیتم دسترسی پیدا کنند. موارد دیگه‌ای که در این صفحه باید وارد کنید بخش مدیاست. با کلیک بر روی اون میتونید حداقل 5 عکس برای کوپن، محصول و یا لیستینگ خودتون آپلود کنید. و در آخر از بخش مالیات و ارسال محصول گزینه بر اساس استان رو برای دسته مالیات انتخاب کنید. برای روش تحویل کوپن یا واوچر میتونید گزینه خدمات حضوری رو وارد کنید. برای محصول میتونید گزینه ارسال محصول و برای سایر مشاغل میتونید سایر موارد رو انتخاب کنید. بعد از وارد کردن تمامی اطلاعات روی گزینه ذخیره کنید کلیک کنید. در مرحله بعد میتونید اطلاعات وارد شده رو به زبان انگلیسی هم چک بکنید و در صورت تایید گزینه سیو رو بزنید. بعد از اتمام این مرحله میتونید به پنل کاربری برگردید و از بخش محصولات من آیتم اضافه شده رو ببینید. همینطور که میبینید آیتم اضافه شده در مرحله انتظار برای تایید ادمین میباشد. بعد از تایید ادمین و ثبت شدن وضعیت تایید لازم آیتم ایجاد شده رو وارد ویترین فروشگاهتون کنید و برای این کار کافیه روی آیکون مثبت و یا اضافه کردن موجودی کلیک کنید. در این صفحه ابتدا عنوان یا تایتل آیتم مورد نظر رو وارد کنید. با انتخاب این گزینه در آینده میتونید مشخصات این آیتم را تغییر و در صورت نیاز تعداد موجودی رو کم یا زیاد کنید. اگر مایلی در صورت کاهش تعداد موجودی ایمیل هشدار دریافت کنید، این گزینه رو انتخاب کنید تا در صورت تمایل به تعداد موجودی آیتم بیافزایید. مورد بعدی تعدادی هست که محصول یا کوپن شما با رسیدن به اون مقدار باعث فعال شدن گزینه ایمیل هشدار به شما میشه. این عدد رو به دلخواه وارد کنید. برای گزینه بعدی باید عددی به عنوان حداقل تعدادی که مایل هستید آیتم شما در یک تراکنش خرید بشه رو وارد کنید که ما عدد 1 رو بهتون پیشنهاد میکنیم.
از موارد دیگری که وارد کردن اونها اجباری هست، تاریخ موجود بودن آیتم در فروشگاه شماست که میتونید یا تاریخ روز و یا تاریخی رو در آینده انتخاب کنید تا در روز سررسید آیتم شما در ویترین سایت به نمایش در بیاد. در کادرهای پایین قیمت تمام شده، قیمت فروش و مقدار موجودی آیتم خودتون رو وارد کنید و در صورت تمایل کدی اختصاصی برای محصول یا کوپن خودتون انتخاب کنید. اگر توضیحات یا قوانین اضافی برای خریداران دارید، اون رو به طور شفاف در کادر پایین وارد کنید. به عنوان مثال اینکه در هر تراکنش تنها از یک کوپن یا واوچر میشه استفاده کرد و یا موارد دیگه. با کلیک بر روی این گزینه و باز کردن کادر اطلاعات به زبان انگلیسی میتونید توضیحات ترجمه شده رو چک و در نهایت برای اتمام فرایند روی گزینه ذخیره تغییرات کلیک کنید. همونطور که میبینید آیتم افزوده شده حالا در قسمت موجودی فروشگاه قرار گرفته و در وضعیت فعال میباشد. فراموش نکنید که بسته به نوع اشتراک خودتون میتونید تعداد مشخصی آیتم در موجودی فروشگاه یا همون انبار مجازی خودتون داشته باشید که از این مقدار تنها تعداد محدودی میتونن در حالت فعال روی وبسایت قرار بگیرن. توجه داشته باشید که آیتم های اضافه شده در بخش محصولات من و یا کاتالوگ تنها لیستی از درخواست‌های شما هستند که بعد از تایید ادمین قابلیت اضافه شدن به بخش موجودی فروشگاه رو خواهند داشت و تنها در این صورت روی ویترین فروشگاه شما قرار خواهند گرفت. در صورت نیاز به هر گونه پشتیبانی لطفاً با ما در ارتباط باشید.